سلام بینندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری تلویزیونی آسیای مرکزی. سرخط مهمترین خبرهای امروز. بانک ملی تاجیکستان 6 کارمند نقطه مبادله اسعار را از 60 تا 100 هزار سومانی جریمه کرده است. به خاطر تنظیم بازار پولی و مالی تاجیکستان از چین 1 میلیون یوان میگیرد. 7 میلیون سیم کارت را در تاجیکستان دیگر باره به قید میگیرند. اشم جای محصولات ترکی را با محصولات تاجیک پر کرده نیست. رئیس اتفاق ادوکات‌ها از حق وکیلی محروم شد. جوان تاجیک را برای شوخی ناجوش 3 سال محبس تهدید می‌کند. دادگاه ولایتی ولادیمیرسکی روسیه موضوع مزاری و را به دست داشتن در دعوت‌های عمومی در اینترنت ایبدار می‌کند. یاسمینا علیداد و یک آوازخوان نورس تاجیک تباری مقیم دبی در مسابقه آوازخوانی تلویزیونی از میان 1500 نفر شامل 6 گانه بهترین شده است. بانک ملی تاجیکستان 6 کارمند نقطه مبادله اسعار را از 60 تا 100 هزار سومانی جریمه کرده است. جمشید نور محمد زاده در این باره امروز ضمن سخنرانیش در مجلس نمایندگان اظهار داشت. بانک ملی تاجیکستان 22 کارمندان صرافی‌های بانک‌های تاجیک صادرات بانک، تاج پرام بانک، صاحب کار بانک و تشکیلات قرضی وصلت را به حناتی و ویران کردن سندهای معیاری متهم می‌کند. دارنمای بانک ملی قبلا در اطلاعیه گفته بود روز 27 نوامبر کارمندان این نهاد در یکجایگی با مقامات دادستانی 6 مسئول نقطه‌های مبادله اسعار دوشنبه را که از وضع نااستوار بازار اسعار استفاده کرده با هر گونه راه و واسطه قرب فروش دلار را به اساس خودسرانه بلند می‌کردند بازداشت کردند. جمشید نور محمد زاده هنگام معرفی لایحه دورنمای سیاست پولی و قرضی تاجیکستان برای سال 2016 در پارلمان گفت تلاش خواهد کرد تا وضع قرب اسعار به حالت اوله برگردد. رهبر بانک ملی گفت به خاطر تنظیم بازار پولی و مالی و کاهش شدت بالاروی دلار تاجیکستان از چین 1 میلیون یوان میگیرد. روزهای نزدیک یک مقدار از این مبلغ به بازار وارد می شود. نور محمد زاده گفت به معاملات برآوردن یوان برای تاجرانی که از چین مال وارد می کنند امکان میدهد بدون مشکل پولهایشان را مبادله کنند. این برای تجربه است. اگر دیدیم که یوان وضع را تغییر داد و مشکلی ساکنان را آسان کرد بیشتر به معاملات میبراریم. افزود او در ماه سپتامبر سال جاری تاجیکستان و چین یک سازشنامه نو را به امضا رساندند که بر اساس آن تاجران تاجیک امکان دارند مستقیم پول ملی سامانی را به یوان عوض کرده از چین مال و محصولات وارد نمایند. طبق این سازشنامه جانب چین در مدت 3 سال آینده به تاجیکستان تقریبا 3 میلیارد و 177 میلیون یوان مبادله 500 میلیون دلار میدهد. تصمیم وارد کردن یوان پول ملی چین به معاملات در بازارهای تاجیکستان در حال است که روزهای اخیر قرب غیررسمی دلار در صرافی‌های دوشنبه به 7 سومانی و 40 درم دکک خورد و حالا بانک ملی قرار بستن همه صرافی‌ها را صادر کرده است. در ماه می سال روان در پی یک چنین افزایش با سرعت قرب دلار و یورو رئیس جمهور امام علی رحمان تمام راهبران بانک ملی با شمول رئیس آن و همه معاونانش را برکنار کرد. تمام سیم کارت‌هایی را که از جانب شرکت‌های موبیلی فروخته شدند دیگر باره از نو به قید گرفته می شود. امروز وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان به قانون درباره علاقه برقی تغییر و علاوه‌ها وارد کردند. منصور عمرов معاون رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان ضمن معرفی طرح نو در نزد وکیلان گفته است که طبق مقررات نو قانون مذکور تمام سیم کارت‌های فروخته شده از نو به قید گرفته می شود. معاون رئیس کدام از آن نگرانی کرده است که برخی از جنگجویان طالبان از قاچاقچیان افغان نیز از سیم کارت‌های شرکت‌های تاجیکستان نیز استفاده می‌کنند. بیشتر این سیم کارت‌ها به نام کسی ثبت نشده‌اند. گفته است او روند از نو به قیدگیری سیم کارت‌ها حدود 1 سال دوام می‌کند. قبلا وکیلان پارلمانت تاجیکستان گفته بودند که در پی آماده کردن طرح قانونی می‌باشد که در اساس آن ضمن خریدن سیم کارت‌ها و تلفن‌های موبیلی راه‌اندازی انگشت‌نگرانی در نظر گرفته شده است. این انگشتان خریدار در اسباب الکترونیکی ثبت کرده می‌شود. منصور عمرov گفته است که نفران یا شرکت‌هایی که مقررات قانون مذکور را ضمن فروختن سیم کارت‌ها صرف نظر می‌کنند مجازات کرده می‌شوند.
مرکز سودای معروف اشن گفته است در پی تحریم‌هایی که روسیه علیه ترکیه راه اندازی کرد ارزش محصولات بالا می رود. در پی تنش مناسبت‌های روسیه و ترکیه بعد سرنگون شدن یک جنگنده اول مسکو صادرات برخی سبزیجات و میوه‌جات ترکیه را منع کرد. ژان پیرو ژرمن پرزیدنت شعبه روسیگی اشن گفته است آنها باید جای این محصولات را از جای دیگر پر کنند اما نرخ‌ها گران می‌شوند و گذشته از این کار وقت زیاد می‌خواهد. پرزیدنت اشن اظهار امید کرده است که محصولات ترکیه آینده با محصولات از تاجیکستان، ازبکستان و چین عوض خواهد شد. این در حالی است که قبلا نیکیتا ایسایف رهبر انستیتوت اقتصادی معاصر روسیه گفته بود جای محصولات کشاورزی ترکیه را در بازار کشورش محصولات تاجیکستان میگیرد و قبل این مقام روسیه تاجیکستان را همچون شریک مهم در شرایط تیز تند این کشور با ترکیه میبیند و میتواند جایگزین محکوم ترکیه در بازار روسی باشد. و گفته نیکیتا تاجیکستان علاقه بر روسیه انار، سیب و خرما صادر میکند و از قبل جانب تاجیکستان گفته است در ماه سپتامبر و اکتبر 300 تن از میوه‌های ذکر شده صادر شده است. جناب ایسایف قید کرده که حالا در ولایت‌های سوخت و ختلان تاجیکستان قرار است دو مرکز لاجستیکی بنیاد شود. این مرکزها میتواند صادرات محصولات را بیشتر کنند و همزمان جایهای کاری بنیاد می شود. کمیسیون تخصصی وزارت عدلیه که تمام وکیلان مدافع را سنجش کرده و سپس برای فعالیتشان اجازه می‌دهد رئیس اتفاق ادوکات‌ها را از حق وکیلی محروم نموده است. سیدبک نوریدینوف در ماه سپتامبر سال جاری در انجمن وکیلان مدافع به این مقام انتخاب شده بود. او دوم دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفته است کمیسیون قرارش را نسبت به او روز سه‌شنبه اعلام نموده است. کمیسیون تخصصی وزارت عدلیه تاجیکستان از آغاز هفته جاری و سنجش ادوکات‌ها برای دریافت مقام وکیلی شروع کرد. این تصمیم برای دنبال تصویب تغییر و علاوه‌ها به قانون درباره فعالیت وکیلان مدافع در تاجیکستان گرفته شده است. این تغییر و علاوه‌ها را وکیلان مجلس نمایندگان روز 4 نوامبر قبول کردند. اعضای این کمیسیون از حساب کارمندان وزارت عدلیه، دانشگاه ملی و اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان عبارتند. یک نماینده کمیسیون تخصصی ادوکات‌های وزارت عدلیه تاجیکستان به شرط افشا نمودن نامش به رادیو آزادی گفته است که سیدبک نوریدینوف قبلا همچون دادرس در مقامات دادگاهی آسودی فعالیت داشته و به فرمان رئیس جمهور از مقامش برکنار شده است و از این رو دادن مقامات ادوکاتی را به او رد کردند. گفته می شود اگر کمیسیون تخصصی مقام ادوکاتی سیدبک نوریدینوف را در پی مراجعت او دوباره تمدید نکند و از فعالیت وکیلی و هم از وظیفه رئیس اتفاق ادوکات‌های تاجیکستان محروم خواهد شد. سیدبک نوریدینوف میگوید 18 سال سابقه ادوکاتی دارد و بر اساس قانون‌های تاجیکستان همچون وکیل مدافع فعالیت داشته است. او گفت یک گروه مافیاتار با رد شدن مقامات ادوکاتی او از طرف کمیسیون تخصصی میخواهند او را از وظیفه رئیس اتفاقی ادوکات‌ها برکنار کنند. حالا در تاجیکستان حدود 2000 ادوکات یا وکیل مدافع فعالیت دارند. در پی تصویب تغییر علاوه‌ها به قانون درباره فعالیت وکیلان مدافع برخی از آنها گفتند که این قانون نظارتی از بالای کارشان را شدیدتر کرده بیشتر راه خلاصی از وکیلان گبناندرا و یا وکیلان پرونده‌های پرسر و صداست. بر اساس این تغییر علاوه‌ها افراد دارای دو شهروندی و وکیلان مدافع محکوم شده در تاجیکستان نیز از حق ادامه فعالیت ادوکاتی محرومند. علیه یک جوان 20 ساله تاجیک برای شوخی ناجایش در مسکو پرونده جنایتی باز کردند. حاج اقولوف ساکن ناحیه جیلکول هنگام ورود به فرودگاه ونوکوی شهر مسکو و سوالی در جای بتان چی دارید با شوخی پاسخ داده است که بمب و پرسش تکراری کارمندان فرودگاه او باز جواب اول را داده است. بعد از پاسخ دوم مسئولین امنیتی فرودگاه او را بازداشت کردند اما تا حال معلوم نیست که چرا حاج اقولوف چنین جواب داده است. مسئولین فرودگاه ونوکووا گفتند تنها بعد تفتیش پوره معین خواهند کرد که چرا از زبان این جوان تاجیک چنین کلمه صدا داده است. در همین حال در دادگاه ولایت ولادیمیرسک روسیه زاده دیگری تاجیکستان مفزون مزاریه را به دست داشتند. در دعوت‌های عمومی به عملی سازی فعالیت افراطگرایی طریق شبکه اینترنت ایبدار می‌کند. معاون پروکورور این ولایت نسبت مفزون مزاریه و 18 ساله خلاصه ایبنامه را در صادر نمودن جنایت‌ها طبق کودکس جنایی روسیه دعوت‌های عمومی به عملی سازی فعالیت افراطگرایی با استفاده از شبکه اینترنت تصدیق کرده است. در شبکه اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی
او با معلومات گوناگون دارای مفقه افراطگرایی شناس شده در جریان آن قصد صادر نمودن جنایت مربوط به دعوت‌های عمومی به عملی سازی فعالیت افراطگرایی به وجود آمده است. گفته می شود در معلومات مقامات پروکراتورا سنه 12 آگوست سال جاری ضمن قرار داشتن در مکان اقامتی موقتی موزونه در شبکه اجتماعی одноклассники با ثبت نام اسمان پوتیالله صفحه شخصی خود را باز نموده است. با استفاده از تلفن موبیلی به اینترنت وصل شده او در صفحه خود ثبت ویدیوی گشوده برای دسترسی در شکل سخنگویی را گذاشته است که در آن مفهوم‌های دارای دعوت به صادر نمودن عمل‌های زورآورانه نسبت به گروه شخصان از روی علامت‌های مذهبی جای داشتند. در این عملی صادر شده موزونه پورا به گناه خود اقرار شده است. یاسمینا علیدودова یک آوازخوان نورس تاجیک‌تباری مقیم دوبی در مسابقه آوازخوانی تلویزیونی از میان 1500 نفر شامل 6 گانه بهترین شده است. این مسابقه ابرستاره آوازخوانی آسیا نام داشته 7 نوامبر سال روان در شهر مومبای هندوستان برگزار شده است. یاسمینا همراه با یک نورس از فیلیپین ترانه مشترک اجرا کرده سزاوار بهای بلند داوران می‌گردد. در 6 گانه بهترین ها بجز یاسمینا، تجسوانی و شری از هندوستان، ایان کریس از فیلیپین، شیوهری از بحرین و سعید حسن از بنگلادش وارد گردیدند. در این مسابقه از کشورهای خاور میانه و آسیای جنوبی شرکت کردند و شفقت امانت علی شهروند پاکستان آن را داوری کرده است. ابرستاره آوازخوانی آسیا از سوی تلویزیونی زی تیوی هندوستان پیشنهاد می شود و یکی از برنامه‌های پربیننده تلویزیونی شناخته شده است. بینندگان گرامی، این بود چه خبرهای امروز که برایتان پیشکش نمودیم. سعادتمند و پیروز باشید. خدا حافظ.